سلام بچه، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال من. تو این ویدیو من اومدم توی یه جایی اسمش دورنیکاه. توی این مجموعه تفریحی چند تا کلبه داره دیگه، تاب و سرسره و پارک و اینجور چیزا. بارون ما رو ول نمیکنه. از موقعی که اومدیم اینجا داره بارون میباره. بعد همه چی داره و دیگه رستوران و همه چی داره. بعد کلبه هاش تو جنگله. اینجا کلا جنگله الان. جنگل خیلی خوبیه. الان شما دارین تو ویدیو اینطوری روشنش میبینید. خیلی تاریکه. حالا شبش خیلی ترسناک میشه هر جور بگم. بعد فکر کنم روزی که شما دارین ویدیو رو میبینین یه 3-4 روز بعد اینه که من از اینجا دیگه اومدم. حالا ما تو این ویدیو اومدیم که این جنگل یکم بگردیم، بعد برمیگردیم و میریم یکم پایین و بالا و چپ و راست و بالا پایین و همه رو میگردیم. بعد میریم دیگه ویدیو رو تموم کنیم. اول از همه آماده باشین بریم سراغ ویدیو. و بچه این ور سمت الان میشه سمت چپ من بریم اول. بعد میگم این بارونه منو ول نمیکنه. از موقعی که اومدم اینجا یه سره داره بارون میزنه. بعد با اینکه اینجا کلی درخت و اینجور چیزا هم داره ولی بازم بارونه میاد میریزه، یعنی جای سرم. الان بالا نها کنید وضعیت درخته. اینجا شبش خیلی خوفناک میشه ولی بازم ما اومدیم اینجا. فکر کنم یه ویدیو سعی کن نترسیم. فکر کنم به احتمال 50% داریم اینجا که شب باید انجامش بدیم. شب که بیایم بیرون. شم نخریدم، ما بریم شم بخرم فقط برای این سعی کن نترسیه. الان داریم میریم سمت راست من. چپ و بازم میگردیم ولی فعلا بریم سمت راستم. و اینجا یه دونه سگ هست، بعدا آخر ویدیو بهتون نشون میدم. حالا بریم بالا یکم. چرا بخش دیگه یکم دوربین میلرزه؟ چون اینجا خیلی زمینش بده. فقط زمین رو نها کنیم کلا سنگه. این راه ماشین روشه، اونجا هم همش زمینش میگم خیلی بده. بذاریم بریم از این ور واسید این ور بریم ولی بگردیم بریم سمت جاده. بیاین از پشت خونه خودمون بریم که گیر ندن بهمون. آی نزدیک بود بیفتم. آی خیلی زمینش بده. بعد مثلا اینجا درخته اینجوری هم مثلا کنده شده هم هست، اینش هم بده. آی اینجا جاده است، اینا دورنیکاه اسمش. برم جلوتر یکم. دلوش ببینی اسمش دورنیکاه. اونورم که جاده است. اینجا هم حالا برای اینجا، آره اینجا از اونجا جاده میاد، از اونجا از اون پایین میاد. اونجایی که میبینین واسه اون خط ماشین روه. خب اونجا ورودیشه. اینجا هم فکر کنم برای اسبسواه. بعد یه چیزی جالبی که داره، من خودم دیگه باور نکردم ولی حالا میخوام شبش رو ببینم هست یا نه. میاد اینجا شبای گرازایی میان که رام شدن، یعنی قشنگ میشه رفت نزدیکشون. من که خودم باور نکردم ولی بازم پرسجو بیشتری میکنم. شبم شاید ویدیوشو براتون بگیرم چون ممکنه خطرناک باشه، چون گراز شوخی نداره. من موندن چطوری داره اهلی کردم، فکر کنم دروغ میگه. اون ورا که جاده رو بهتون نشون دادم. بعد وایسی اون رو بهتون نشون ندادم. وایس کوه رو نگاه کنید، فقط کوه رو برو. بعد ویو خونه ما اونه. نگاه کنید الان اون پنجره رو میبینید، اون ویو خونه ماه به این بره. انقدر اینجا قشنگه. بعد اینکه تو جنگل هم هست، با اینکه تو جنگل اونقدر حشره مشره نداره.
اینش برام عجیبه. اون ورم هست باز کلبه هاش اینا مثلا اینا هست. خب بعد جالبی اینه که کل خونه اینجا سیمانیه. خب یعنی با سنگ و سیمان و اینا درست شده، ولی تنها خونه که چوبیه اونم برای ما، خونه ما. بریم یکم دیگه بالا و سمت راست. دودکشش هم این شکلیه. شب موقعی که خواستیم آتیش روشن کنیم به احتمال 99% آتیش رو روشن میکنیم. براتون ویدیوشو اگر روشن کردیم حتما میگیرم. من نگرفتم یعنی بدونیم ما آتیش روشن نکردیم، به جاش رفتیم دیدن گراز ها که فکر نکنم واقعی باشه حرفش. این ور سمت راست دیگه بیشتر این نمیشه بریم جلو، چون اونجا آلاچیق و مردم نشستن. پرنده نپریا معلوم میشه، نمیدونم یا نه، نمیدونم معلوم میشه یا نه. تو فیلم دیدینش فکر کنم. این ورم بالا، بریم بالا یکم. اون ورم هست، اون ور خیلی بزرگه اصلا جنگله. و صاحب اینجا رو تو یه ویدیو دیگه بهتون میگم. وایس تو یه ویدیو دیگه بهتون میگم. مثلا کلا اینجا خیلی قشنگه. آی ما کنیم وضعیت رو. من اینجا داشتم الان میافتادم. وای دارم همینطوری بارون میریزه رو خودم. امیدوارم گوشی چیز میکروفون خراب نشه. این ورم مردم نشستن دیگه، این ور نمیتونیم بریم. یه بار دیگه فقط این بالا رو نگاه کنیم. قشنگه اینجا. درخت ها همه بزرگه، فکر نکنید کوچیکن اینا، همه‌شون بزرگن. نکنید از اینجا شروع میشه میره تا اونجا، تازه پر برگم است. اونم خونه ما اون چوبیه. و یه وضعیت دیگه راه چنده شده قشنگ. سگه رفته، سگه نیست، سگه رفته. خیلی دوست داشتم بهتون نشونش بدم. حالا اگر اومد بهتون حتما نشون میده. برم که مردم نشستن. آها اون هاشش فکر کنم دیدینش رد شد. وایسین وایساده الان بهتون نشون میده. وایسید ببینم کجا رفت. وایسید بریم جلوتر. وایسید اینش نه سگ است، همونی که میخواستم بهتون نشون بدم. این برم که بهتون بیایی نشون بدم. نزدیک این سگ فندرم خیلی خوبه. بریم از راه خودمون پیاده بریم. داریم من دوربین رو زوم بردارم. بریم سگم داره میدونده. یه چی دیگه هم بگم، یه چند ماه دیگه ادیتورم میاد به کمکمون. میخوام ادیتور بگیرم، میاد به کمکمون، ویدیوها بیشتر میشه و حتی ادیت خفنتری میخوره. تا الان ویدیو ما فکر کنم حتی یه دونه‌شون هم بدون با ادیت نبوده، همشون بدون ادیت بودن. منظره اینقدر قشنگه اینجا. بعد جالب اینه راه ماشین رو هم داره تو جنگلش و اونجا تاب داره. اینقدر خوبه اصلا ناتابش. مثلا دارم اونور بازی میکنن اونا. سید نکنید تاباش پشتی ندارن، یعنی هر لحظه ممکنه با کله بیای زمین.
این یه درخت خیلی بزرگه. فقط نگاه کنید این منظره رو. یه چند دقیقه حرف نمیزنم، فقط اینجا لذت ببرید. قبلش هم اینو بگم، امیدوارم از صدای بارون توی ویدیو بیفته. خب بچه اینجا رو یه کات میزنیم بریم اونور جنگل، بعد دوباره ویدیو رو میگیریم. بچه اومدیم اینور و برگایی که روی زمین ریخته اونور تو راه خیلی بیشتر بودن، ولی بازم نگاه کنیم برگ روی زمین قشنگ هست، معلومه. این زاویه پایین بهتون نشون بدم، قشنگ برگا همه روی زمینه، بعد برگ ریخته. بعد اون ور نوشتن نظافت رو رعایت کنین، نظافت رو خیلی رعایت کرده، نظافت رو خیلی رعایت کرده، خیلی رعایت کرده، خیلی خیلی خیلی. دیگه بحث نظافت بیایم بیرون، برگار نگاه کنید، سایه خود دوربینم دارین روی زمین میدیم. من یه درخت دیگه، درخت بزرگ، شاخهش نگاه کنید چقدر بلنده، نگاه شاخهش تا اونور تا اونجا رفته، میبینید نوک اون شاخه که دیگه هیچی بهش وصل نیست، اون شاخه اینه. باز بریم زمین، اینجا نگاه کنید برگا قشنگ معلومه، همه برگا ریختن. اینجا دارم خیس میشم. بریم یه لحظه بریم اون ور، اون پشت زین از این ور برم، این ور برم کسی به اون گیر نده، بعد دیگه بریم تموم کنیم ویدیو رو دیگه، برای طولانی میشه، اینا 13 دقیقه است داریم ضبط میکنیم. در شما البته 13 دقیقه، برای من که دارم الان نیم ساعت دارم ویدیو ضبط میکنم. نه اینجا به پایین راه داره. آره امیدوارم فقط بتونم بیام بالا. وای نیفتم منم با دمپایی یار از فسوره جا رو نها کنید. بریم پایین دیگه، یا ابرالدز ویدیو رو تموم کنیم. خب بچه دیگه بریم کم کم ویدیو رو تموم کنیم دیگه. الان برای شما 14 دقیقه است داره ویدیو رکورد میشه، برای من نیم ساعت داره ویدیو رکورد میشه، من دارم خودم رکورد میکنم. توی این ویدیو میخوایم ویدیو رو تموم کنیم، حتما ویدیو بعدی رو که قطعا بیشترشو براتون میگیرم، تو همینجا هم قراره بگیرم براتون یکم ویدیو، حتما اونا رو هم ببینید، خیلی خفنن قرار باشن. اونورم که دارم بازی میکنم، فریزبی دارم بازی میکنم، منم برم فریزبی میوردم برم بازی کنم. خب این هم بود از این ویدیومون، یه گشتی داخل جنگل داشتیم و خوش گذشت بهمون، امیدوارم به شما خوش گذشته باشه. حتما کاش میشد، البته نمیدونم شاید هم افتاده باشه من نمیدونم، اگرم نشده کاش میشد که صدای بارون هم بود. الان دیگه بارون قطع شد خدا رو شکر، 2 دقیقه همون نداشتیم از دست این بارون، ولی هنوز آبایی که روی برگا درخت هست قرارن
داغونه میکنه. خب دیگه تا ویدیو بعدی خداحافظ، مراقب خودتون باشید. ویدیو بعدی هم حتما ببینید.